همین سنود خیتویا او سندم خیتویا او سندم خیتویا او سندم خیتویا مقصد زمین رو به حد گرفته است. زلالش همین کی مثلا من همین او شوکیه یا خیلی ما میخریم همین مثلا خود همین لایقه همین سر میتیم همین سنن خیلی ما وای باشه مالی قدر خوجگی وای قدر خوجگی من خونه شوخو همین او استفاده میبرن او نمیشه. بیشتر سالو مهم لحظه حاضر ممکن نداره یک تنیمت اگر نیستش همین به قد دایرو کشالو کرده اوور همون ماهی که همین طرفی بالا بود همیشه تازه کرده بود زهر گفتم که همه زهری که ترکیش میکنی همه دامه سنگ نیست همین مقدار سوخته که هست همون زهر رو کشیده همین خیلی گرفته بود همین بنی بالا بود زراعت همین درخت های زردولی هم نمودش یک طرف از سیاه میگرده زردالو خوش صفت شفا زردالوی ما در هیچ جا نبود همین تاثیر بعد همین ترکش های همین خیلی باید شده تاثیرش بود است یا پیش ناز بود آد شفتالو من نیست میشد زردک میزنه ریخت بودرین گتونم خوردنی به گل میکند همه خیلی ناز افزایش کنه میره بعد زرد میگرد و اکولوژیکال نزدیک باید نمیشه بو میکنه خمیکته همه مکتب کتی سادیگه آخر پول غول کردن این پروس پزور چه بکی همه خطای کار میکنن نمیتونن راست کنن همین ساده کتی مکتبا رو ابسوش کردن بعد کارگرای امنیت آمدن 4 ماشین خورد 1 ماشین کلان ما را چون گاو و گساله کشاله کنان از زمین براشته بدون ماشین تیل داده با مقامات امنیت بردن عذاب سکنجه دادن چنان دستایم سیب سیاه گشت. دهه خمگران پنجکن در 250 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در اینجا تقریبا 115 عائله زندگی میکنند. در کنار دهه خمگران کارخانه طلای زرافشان فعال است. 70% سهمیه این کارخانه به شرکت چینی زیجین و 30% دیگر به حکومت تاجیکستان تعلق دارد. ساکنان دهه خمگران قریب 5 سال است که با کارخانه زرافشان بحث دارند. مشکل اساسی پالایشگاه های کارخانه می باشد که یکیش در 300 متری دهه جایگیر شده است. ساکنان دعوا دارند که پالایشگاه با موادهای شیمیایی داخلش سلامتی مردم را زیر خطر می گذارد. وقتی که همون نزد همون دنبیا گذارید دم سحر یا که سحر هم میخیزه همون بوی که دماغتون به میزند نفس میگیری سر آدم یک چرخ زدگی بری میشد انیقش چشمتون سیاه میزنه سر چرخ زدگی بری میشد همه فقط دم سحر با تو همین تیر آفتاب برو اومدن همین احساس لب آدم میفهمد بوی همینه. این دهقان از روی مشاهده هایش میگوید طبیعت دهه دیگر مثل سالهای گذشته نیست. پامیدور نغز نمیپزد، پره نمیپزد. من هر سال بودرینگ میخوریدم، بودرینگ ابوزار نمیخریدم. من همین 3 سال میشد میکارم. همه قطعه بیرد کشیده خوش رو میشد گل با میبیاده گلش میریزد برفت. شفتولی هم نمیشد. من درخت شفتولی. تاثیرش بود است یا پیش ناز بود. آد شفتولی من نیست. میشد زردک میزنه ریخت. بودرینگ اتونم خوردنی به گل میکند همه خیلی ناز افزایش کنه میره بعد زرد میگرد و گلش میریزد برفت. این حادثه هم من همین 3-4 سال آخرم پی بردم پیش این خیلی نبود. سال 2022 خبرنگار رادیو آزادی به دهه خمگران رفته بود. ساکنان آن وقت با لحن تند از کارخانه زرافشان ناراضگی میکردند. میگویند به جای شنیدن دعوا برعکس آنها را جزا دادند. وقتی که درونده وای بردن گفتن شما را 15 سوتک پدوال پی میشنانیم. ما چی گناه کردیم؟ گناه ما را گفته بعد ما را جزا دید. نه گفتن ما را مسخره گفتن
گپای پست و بلند زدم ماها را. وقتی که ما در درون همین داخلی خودم شخصا بیهوش شدم، این با آب نتید خاک تید گفته دوغ زدین. من براشته گیتن از قشلاق تمام زنها برآمدن نزد مقامات رفتند، همه که هجوم کردن ماها را. از ساعت 12 ساعت تا ساعت 6 بیگاه باید در درون همون داشتن که ما 15 سوت درون پدول میشنانیم. گفته ما زاری کردیم. بعضی زنهای جوان فیغان براشتند که ما را از زندگی جدا میکنن. شوهرا ما یگان گناهی نکردیم، ما برای حفظ آینده فرزندان ما به اینجا برآمده بودیم. این فشارها ظاهراً به تاثیر نمانده است. این زن اکنون میترسد که در نزد کامرا آشکارا صحبت کند، اما از دعوایش دست کشیدنی نیست. شما زمین پرزیدنتی داشته همین؟ ها دارم. حاضرم داره؟ ها سرتیفیکات. من این تیپه دویم دامبه بالاش رفتگی که انا همونجا دارم. من حاضرم هست نه اختیارتون؟ اختیارم و نه دستی همون گرفتگی. خالشگاه شدگی ها. چند سال شد کار نمیکنید دیگه اینجا؟ تماما استفاده نبردیم. هم گرفتیم یکم سال کار دیدیم و گرفتم. چی کاری دید؟ جاف کار دیدیم. چند سال تخت زمین؟ 14 تا بود. 14 تا. 14 سال. ها یک سال همه استفاده کردیم. سال دیگه‌اش گرفتن. ها گرفتن. در عوضش هیچ ندادیم. چند بارها همین سرتیفیکاتای گرفتیم، رفتیم مراجعت کردیم اما نه. بعد شکایت زیاد ساکنان کارخانه زرافشان با مردم شرطنامه امضا کرد. چند وعده ها داد. در این شرطنامه نوشته شده است که کارخانه زرافشان 4 کیلومتر راه تا دهه و مکتب دهه را تعمیر می کند. به دهه آب می آورد و هر ماه برای ساکنان همچون جبران پولی 150,000 سامانی یا نزدیک 14,000 دلار می پردازد. اما ساکنان می گویند نه همه این وعده ها اجرا شد. همین وعده ها از همین 1 میلیون سوم پول گفتگی که 28,000 سوم گرفته بالا پوش مکتب آباد کردیم گفتگی اینا. نه که در اصل خود مردم پول جمع کرده بودیم برای بالاش پوش وای شفر مکتب حالی این وای نبود. جبران پولی نبود حالی. همه خیلی میگوند و خط دیگرش نمیدونم کجاست. آب نوشاکی نه نکردیم. 4 خانه نیست. نیست. کارگینی. خب 150,000 سامانی هر ماه برای ساکن ده جدا می شود. ها جدا می شود. همیشه تقسیم کاری استادین الان خیلی کم میکنن. نه که 2019 کرده بود که 22 سپتامبر نوامبر 21 میاد 21 و فکرم. خب هم نصف 45 نصف 75 همون ضرر کارخانه میرسد همون پکریوت میکنه میپوشونه. نه چه خیلی پکریوت میکنه داخل. هیچ پکریوت نمیکنه. اون خدا ما همین هر ماه مثال گیریم دارو خری همه مردم کسل. باور کنید همه کسل. من حاضر 2 قدم میمونه نفس کشیده نمیشد. ما برای گرفتن پاسخ شرکت زرافشان به دفتر این کارخانه در دهه خمگران پنجکند رفتیم و هم مکتوب کردیم، اما این کارخانه از پاسخ به سوالهای ما خودداری کرد. سال 2022 این مسئول کارخانه زرافشان در پاسخ به شکایت ساکنان چنین گفته بود: اما دارای لایحه است، لایحه با تمام ساختارهای دولتی هماهنگ کرده شده است و همین لایحه ها خلاصه اکولوژی دارای خلاصه اکولوژی است و گفتنی هستم که برای بهداشت وضع اکولوژی کارخانه همه روزه هر در روزانه و شبانه راههای تکنولوژی کارخانه با 10 عدد ماشین های آبپاشی برای کم کردن چنگ و غبار کار میکند و خودتون میتونید که در هر لحظه خود روزانه خود شبانه روی راههای تکنولوژی کارخانه ببینید. برای کبوتزارکنی برای بهداشت حالت اکولوژی کارخانه من خود همین سال کارخانه 11,500 دانه نهال برای کبوتزارکنی که دو اطراف شناخته است. گروهی کاری میکنیم قد شما رفته میبینیم. مقامات ضررآور بودن پالایشگاه کارخانه زرافشان را رد نمیکنند، اما باز هم عیب را بالای ساکنان میپرتایند. اگه زرافشان گفتم که حقیقتا در ضرر دوره که پالایشگاه نزدیک باید نمیشه بو میکنه خمیکته پول دادن زمین دادن جبران دادن نمیروان نه با هم اومده دوام میکنن پالایشگاه برای دیگه جون نیست تو خیلی اونجا نویای پنجکند ته زرنیسور نیست که ما 10 کیلومتری طرف مساحت داشته باشه. همه قشلاق‌های قدیما نزدیک گفتن ماهای دراز گروه حکومتی رفته که جون نیست.
ягона ҷо онҷа хундум. аммо фақат полоишгоҳи зарафшон нест ки мардуми маҳаллиро аз кори чиноиҳо норозӣ кардааст. ин коргоҳи оҳакпазӣ ҳам марбут ба корхонаи зарафшон аст. сокинони деҳаи Шинг аз ин коргоҳ хотираи талхе доранд. соли 2019 моҳиҳои ин дарё якбора нобуд шуданд. 2 моҳ баъди ҳодиса мақомот коргоҳи оҳакпазии чиниҳоро барои дар назди дарё партофтани партовҳо 11 000 сомонӣ муодили $1100 амрикоӣ ҷарима баст. сокинон ҳам мегӯянд партови коргоҳи чинӣ моҳиҳои ин дарёро нобуд кард. این کارخانه بالا یک براری میگن چی میگن هم بالا بود همون وی که ترکش میکنه برده همون زیاد نادرکاری شد لبی دیرا قطعی این خیلی جمع کرگی هوا دیرا کلون شده هوا شوشت همین بقید دیرا کشالو کرده آور همون ماهی که همین طرفی بالا بود هم میشه تازه کرده بود زهر گفتم که همون زهری که ترکش میکنی هوا دامه سنگ میشه همین مقدار سوختگی که هست همون زهرا کشیده همین خیلی گرفته بود. اون ماهی نداره؟ نه ماهی تمام پیشتر سالو ماهی لحظه حاضر ممکن نداره یک تنیمته اگر نیست. در این دهه با هر 3 نفری از پیشمان برآمده صحبت کردیم. همه‌شان از کار چینایی‌ها ناراضی‌اند. از طرف سحر یک دود غلیظ میبارد دماغ سوزان کننده دیدم بالا قشلاق میگیرد خیلی تا وقت قشلاق واقعشتون گفته گرد تا هوا میرون وقت شمال پیدا شد و دود نیست میشد من همین عقبه برایم تا نمی عقبه برایم نفس گردون میشدم بس سری عقبه برایم بود آزاد راه میگرد اصلا این راه مرکزی است بسیارتر در این راه تا دره هفکول داریم ما جای دمگیری هست دره هفکول توریست ها میگذارد ماشین توریست ها میگذارد انا بعد همین 2 کیلومتر امون بلندتر یک زواد آهک هست بعد ماشین همین زواد میگذارد میرون میبیاد ماشین وزمین ما راه ریمو میکنیم من همین 2 هفته با هم حالت اول میشد اگر یک بارون گیرد که 3 روز میره تمام با هم حالت اول میشه خطایی هم کسی گوش نمیکنه فورا میبیاد میکنن نه فورا نمیکنن. ماه ایون سال 2023 شکایت ساکنان در دست به نزد سردار همانوقته شعبه محیط زیستی شهر پنجکند رفتیم. خلاصه صحبت‌های شهرتجان اسماعیلوف این بود که فعالیت کارخانه زرافشان زیر نظارت آنهاست و وضعیت به آن درجه نگران کننده نیست که ساکنان شکایت دارند. در آنجا سنجشو گذرانده شد، در آنجا بعضی قانون‌ویرانکنان مشاهده شد و نسبتی قریب 5 نفر یا 6 نفر شخصان مسئولی همون شرکت از طرف ما پروتکل قانون‌کنی ماموری ترتیب گذاشتند. در آنجا افلاس کردن آب میشد، بعد رعایت نکردن طلبات قانون جمهوری ترکستان درباره حفظ عالمی نباتات دیده میشه. در آنجا سری وقت آب ندادن هم درختش نون داشتن. و در صوبی پرتو برای غیرقانونی پرتو پرتو مجریمه کردن برای سوزاندن بعضی از پرتوهایی که در اونجا مشاهده کردیم. در مسئله کارخانه‌های استخراج چینی در تاجیکستان در نشست خبری کمیته محیط زیست هم مسئله کارخانه زرافشان را پرسیدیم. این مسئول کمیته گفت امسال هوای اطراف کارخانه زرافشان را سنجیدند و در محیط اطراف آن ماده‌های زهرناک از معیار زیاد را آشکار نکردند. ماه اپریل امسال یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان گفت برای به محیط زیست ضرر رساندن کارخانه زرافشان را 161.4 میلیون سومانی معادل 14.6 میلیون دلار آمریکایی جریمه کردند. مسئولین بخش محیط زیست پنجکند به ما گفتند این جریمه به خاطر آن بود که کارخانه زرافشان پالایشگاه قطعه دوم را به حجت معیاری ساخته است. ولی صرف نظر از جریمه شدن ماه ایول امسال با حضور پرزیدنت امامعلی رحمان پالایشگاه به استفاده داده شد. کان طلای پاکرود در 120 کیلومتری شرق دوشنبه پایتخت تاجیکستان.
در اینجا شرکت چینی CNG به استخراج طلا مشغول است. اولین خشت طلای این کان سال 2016 ریخته شد. نگرانی اساسی ساکنان دره رامید این است که کارخانه چینی آب پرتو را به دریا می‌ریزد. ساکنان دیگر از این آب استفاده نمی‌برند. اگه فایدهش ما همین فایدهش که مثال زمستون و تابستون ما در راه همینش برای ما مثال رنگ باد و هوا ضروری بود که ما در همین پیدا شد. ضررش همین که مثال من همین آب شوکیه یا ما می‌خریم همین مثال اتخوت همین لایقه همین سر میتیم. همین سران خیلی ما وای باشه مالی قدر خوجگی و قدر خوجگی من خونه قشلاق همین او استفاده میبرن او نمیشه وای. اکنون هیچ نمیدونم که چند بار اومدن دیدن رفتن هیچ یگان چی بهبودی نیست. کی اومد دید؟ همین دکتری دولتی چی میگن منم اکولوژی و امینا اومدن حفظ طبیعت امینا اومدن دیدن رفتن هیچ خیلی یگان چی بهبودی نیست با هم حالا یخ. این آب کان طلای پاکرود است که به دریای رامید می‌ریزد. این نوار کوتاه را یک ساکن برای ما ثبت کرد چون به ما اجازه نزدیک شدن ندادند. کارخانه چینی که به استخراج کان طلای پاکرود مشغول است به مکتوب رسمی ما پاسخ نداد. از رئیس کمیته محیط زیست درباره فعالیت کارخانه چینی در کان پاکرود پرسیدیم. بهادر شیرعلیزاده نگرانی ها را رد کرد. ما یک چند مرتبه اینچنین غیر نقشوی برای گرفتن برای گذراندن تشخیص آبی دریای رامید از طرف لابراتوری تشخیص گذرانده شد و حالت از معیار زیاد یا بعضی ماده هایی که ضررآور هستند مشاهده کردن نشده. تصدیق درستی این حرفی مقامات مشکل است چون که در تاجیکستان لابراتوری ها اساساً دولتی هستند. زرنیسار یا سابق آلتین تاپکن شهرک در میان کوه در ولایت سوخت شمالی تاجیکستان. 16 سال است که چینایی ها در اینجا کانسنترات سرب، روح و میس استخراج می کنند. مکان استخراج و پالایشگاه کارخانه از منطقه اهالی نشین تقریباً 3-4 کیلومتر دور است. طبق اطلاع رسمی بیش از 1600 کارگران کان ساکنان محلی و بیشترشان از همین شهرک زرنیسار هستند. اما چینی ها در اینجا برای ساکنان مشکلی دیگری ایجاد کردند. بچه ها رو غل کرده پساکی رفت و حشر بکرده و اینا لیکن آب تیار به اینا اون بودن. یعنی که حال نکنه که یک روز با یک بار یک ساعت ماهی با آب بدید. یک روز با یک بار. من حاضر اومد ساعت 4 ساعت 5 آب نیست با پگه نمیکرده لیکن برخصه شد شب روز آبای. عمر این مرد در همین شهرک گذشته است. میگوید راههای داخل دهه، باغچه و مکتب دهه باید تعمیر شوند. از روی قاعده های شفافیت در ساحه استخراج، چینایی ها برای عوض گرفتن ثروت های طبیعی شهرک برای آبادانی آن باید کمک کنند. اما ساکنان میگویند شرکت در آبادانی محل کمک نمی کند. همه مکتب کتی سادگه خلق پول غول کردن این پروس پزار چه بکی همه خطایا کار میکنن نمیتونن راست کنن همین صدقتی مکتبا رو ابسوش کردن. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین در پاسخ رسمیش به رادیو آزادی نوشت برای آبادانی شهرک زرنیسار و دیگر قسمت‌های شهر گلستان کمک‌های زیاد کرده است. کمک در بنیاد مجلسگاه شهری گلستان، تعمیر مکتب رقم 6 در شهرک زرنیسار، ساختن باغچه در شهر گلستان و تعمیر بیمارخانه، کمک به وزارت تندرستی از جمله یاری‌های این شرکت چینی بوده است. شرکت همچنین نوشت سال 2021 با خرج 100 میلیون سامانی معادل 9.1 میلیون دلار آمریکایی راه بوستان آبشاران زرنیسار را تعمیر کرده است. از این راه که قسمت بیشتری آن از داخل ناحیه مسجح می‌گذرد، اساساً ماشین‌های شرکت چینی استفاده می‌کنند.
حکومت شهر گلستان که شهرک زرنسال به آن شامل می شود در پاسخش به رادیو آزادی نوشت سال 2022 در همکاری با کارخانه چینی نقشه استفاده آب چشمه های شهرک به طریق خودجاری یعنی سمتیاک تهیه شد. نکته جالب در پاسخ حکومت گلستان این است که ساکنان بناهای 4 آشانه در کوچه رفاقت که کارگران شرکت چینی در آنجا استقامت می کنند 24 ساعت با آب تامینند. اما استقامت کنندگان دیگری همین کوچه در شبانه روز 12 ساعت آب می گرفتند. چینایی ها در تاجیکستان فقط در صنعت استخراج کوهی کار نمی کنند. بعد سال 2010 کشاورزان چینی هم به تاجیکستان آمدند. چینایی ها تنها در ناحیه یاوان قریب 1000 گکتار زمین را در اختیار دارند. آنها در این زمین ها اساساً پخته کشت می کنند و نظر به دهقانان تاجیک 1 برابر زیاد حاصل می گیرند. که تاجیک خما به هر حال بعد برواد خطای برونده نمیتونه. خدمت میدونه که مقصد که این حوض پخته که خطای کار دیگه این حوض برای ببین پخته خطای کار دیگه پخته اکی بهادر کار دیگه سلمان میگن پخته اکی بهادر کار دیگه نه پخته خطای بین مقصد چخل دیگرگونی بهبودیه پخته بهادر ببین چخل دیگرگونی بهبودیه مقصد پخته بهادر ما چند بار پسات کردیم چند بار پسات کردیم چند بار چک کردیم مقصد که چه بگم کلون کار شمول پروندن نوتوری کوریدن پخته را مقصد زمین چکر جوف نکردن زمین چکر جوف نکردن زمین مون زمین زمستون جوف نکردن زمین عینی هم بخور شد زمین سخت شد زمین مون آن پخته خطویا برای ببین پخته خطویا هم پال نی پرک دیگه چقدر همین گرمی را نقض کشاورزان تاجیک میگویند آنها از هر گکتار تا 4 تانه پخته میگیرند. چینایی ها قریب 7 تانه. حاصل زیاد در میان برخی سیاستمداران و هم ساکنان محلی شبهه و گمانهایی را ایجاد کرده است که چینایی ها چی نوری های مینرالی در زمین استفاده میبرند. سید جعفر عثمانزاده رئیس سابق حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان تاجیکستان سال 2019 در پارلمان پرسیده بود چینایی ها چگونه نوری و داروها استفاده میبرند و آیا بعد گذشت سالها زمین ها به بیابان تبدیل نمییابد؟ نه کشاورزان محلی نه کارگران محلی شرکت چینی نه مقامات نمیدانند که چینایی ها کدام ماده ها را در زمین استفاده میبرند. اکید هر نمود داروهای آخه همین دیگه شنه میدانم همش همین خطایی از ترتنش حرفش. مسئولین بخش کشاورزی ناحیه یاوان میگویند آنها داروهای شرکت چینی را نمیسنجند چون لابراتوری ندارند ولی آنها باور دارند که چینی ها به این خاطر حاصل زیاد میگیرند. خب در یک گکتار تا 500 تا قریب 600 تونه 600 کیلو در یک گکتار میتونه خوجگی ما ای وای بتیان همگی 200 تا 250 300 کیلو میتونه در یک گکتار که این همین سوم حاصل نکشون باید نکفای است. شرکت چینی رشد کشاورزی تاجیکستان و چین در پاسخ رسمی به رادیو آزادی نوشته است برای حاصل خوب گرفتن نوری های مینرالی کربامید و اموفوس استفاده میبرند که دهقانان محلی هم از آنها استفاده میبرند. برای نیست کردن حشرات گوناگون از گربیسیدهایی که دیگر خواجگی های دهقانی استفاده میبرند از همانها استفاده میبریم گفته است شرکت. اما تفتیش نشدن مواد استفاده میکرده چینایی ها و 1 برابر زیاد حاصل گرفتن شبهه و گمان ها را درباره کار آنها زیاد کرده است. اما تاثیر کشاورزان چینی به ساکنان تاجیکستان تنها این نیست. سهم ما رو کی استفاده میبره؟ این مرد و همسرش سالها در زمین کار کردند. مرد راننده تراکتور بود و همسرش پخته میچید. بعد تقسیم شدن خواجگی های دهقانی آنها باید سهم زمین میگرفتند. سهم زمین آنها از 2 گکتار زمین باید زیاد میشد. اما این ساکنان دهه گلفشان ناحیه یاوان حالا فقط 12 ساتق زمین پرزیدنتی دارند. انا نیک خطایی اومده ممکن همه سهم ما در دستای همه باشه آخه. برای که این همین زمینایی که در وقتی که ما کار میکردیم ما هم خطایی پخته کاری دیگه هن. از سبب نبودن زمین 4 پسر این مرد برای کار به روسیه می روند.
بدون زمین کشت زندگی در دهه‌های تاجیکستان مشکل است. مسئولین بخش کشاورزی ناحیه یاوان و هم شرکت چینی میگویند چینایی‌ها زمین‌ها را از خود نکرده بلکه از کشاورزان محلی اجاره گرفتند. اما سوال مشخصی ما که چرا شخصان مثل شراف‌الدین حسنوف بدون زمین ماندند به جواب ماند. با وجود این شکایت‌های مردم، مقامات همچنان از کارخانه‌های چینی پشتیبانی می‌کنند. دو عضو حکومت تاجیکستان بعد تحقیقات رادیو آزادی واکنش کرده گفتند خلاصه‌های آن را قبول ندارند. با این نظارت از جانب ما و دیگر مقامات‌های داخل‌دار تحقیقات رادیو آزادی درباره ضرر کارخانه‌های چینی یک موضوع اساسی نشست خبری وزارت صنعت بود که 1 آگوست امسال برگزار شد. وزیر صنعت شیرعلی کبیر گفت کارخانه‌های چینی از جمله زرافشان با تکنولوژی نو کار می‌کنند. محیط زیست را با آن حدی که ساکنان میگویند افلاس نمی‌سازند و هم مردم محلی را با کار تامین کردند. عموما موادی که شما در چوب کرده متاسفانه بسیار نشاندادهایی که در مواد هستند اونها صحیح نیستند. ما با شما از جواب افشالی آماده کردیم و پیشنهاد میکنیم هر یک پونتی رو. این هفته گذشته ما یک گروه کلان روان کردیم که در اونجا شامل گردیده بودن بسیار نمایندگان دیگر مقامات هایی که وابسته به هم وضع اکولوژی و دیگر مسائلی که شما در اونجا اویدی آنها گفتگوزار کرده بودید یک مواد مکمل به شما پیشنهاد میکنم. با گذشت قریب 1 ماه از این وعده پاسخ مفصل وزارت صنعت تاجیکستان به دست رادیو آزادی نرسید. وزیر تندرستی تاجیکستان هم 5 آگوست امسال با حمایت از کار چینی ها گفت از تأثیر بدی کارخانه های استخراج معدن در کشور بیماری ثبت نشده است. اول سال 2022 باشندگان دهه خمگران در کنار کارخانه طلای زرافشان در نامه به رئیس جمهور از حالت بی‌فرزندی در عائله های جوان، کودکان پیش از وقت تولد شده، بچه پرتایی ها و افزایش بیماری های راه نفس و عصب شکایت کردند. رادیو آزادی سال 2023 برای گرفتن آمار گرفتاران بیماری ها در پنجکن به وزارت تندرستی مکتوبی رسمی فرستاد، اما پاسخ نگرفت. یکی از کارخانه‌های تحصیلاتی این کارخانه مشترک زرافشان میشه. تحقیق رادیو آزادی نشان داد که یک سبب اساسی پشتیبانی مقامات از صاحبکاران چینی این است. برای مثال شرکت مشترک زرافشان که در 30% سهمیه حکومت جمهوری تاجیکستان است و همچون وزیر نماینده سهامدار در اونجا همه جلسه اونها اشتراک میکنیم، فقط در 2 سال اخیر اونها زیاده از 5 میلیارد سومانی اونها با هم انداز و دیویدند ها سپاریدند. ببینید که چقدر سهم بزرگ اونها دارند. در شرایطی که مقامات تاجیک از فعالیت کارخانه‌های چینی حمایت میکنند، ساکنان میگویند باید آینده کشور و سلامتی آنها و نزدیکانشان هم به نظر گرفته شود. زواد طلای هم این هم یک بایگری دولت با البته این چیز در کار و با چند نمود ممکن معدن‌های کوهی دارد اینجا یک طلا نبودگیست دولت بایگریشو خیلی همه منطقه ما زمین دارد دیدید خودتون زمینش هم هست چیزش. این زمین یک چیزی که طلا مثال با خیلی کم میشد یا تمام میشد چیز میشد زمین تمام نمیشد. همین زمین با کم کم دلم میسوزد برادر.